میدونی با چند تا کار ساده میتونی متابولیسم بدنتو تا 30% بالا ببری، حتی بدون مکمل و دارو. تا آخر این ویدیو بمون چون مورد سوم احتمالاً سورپرایزت میکنه. اولیش تمرینات قدرتیه. وقتی بدنت عضله سازی میکنه حتی موقع استراحت هم کالری میسوزونه. حدوداً بین 5 تا 9% متابولیسمت بالا میره. یعنی یه جور سرمایه‌گذاری بلند مدت روی سوخت و ساز بدنه. مورد بعدی مصرف پروتئین بیشتره. بدن برای هضم پروتئین کلی انرژی مصرف میکنه. تا 30% کالری اون بعد صرف گوارشش میشه. یه رژیم پرپروتئین میتونه متابولیسمتو واقعا فعال نگه داره. اما سومی که خیلی‌ها نمیدونن آب سرده. نیم لیتر آب سرد بخور و بدنت برای گرم کردنش میتونه تا نیم ساعت متابولیسم رو 10 تا 30% بالا ببره. پس اگه دنبال چربی سوزی و بدنی با متابولیسم بالاتری، تمرین کن، پروتئین بخور و آب سرد فراموش نشه. اگه این نکات برات مفید بود، همین الان برای اون کسی که به دردش میخوره شیر کن و سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.